سلام، خوش اومدین به یه اپیزود دیگه. امروز میخوام درباره یکی از جذابترین موضوعات دنیای تکنولوژی صحبت کنم. AWS یا همون آمازون وب سرویسز. بذار اول یه تصویر براتون بسازم. فکر کن یه استارتاپ کوچیک داری، یه اپلیکیشن ساختی و کلی ذوق داری. اما مشکل اینجاست. سرور میخوای، ذخیره سازی میخوای، امنیت لازم داری و خرید و نگهداری این همه تجهیزات هم گرونه هم دردسر داره. اینجاست که AWS وارد بازی میشه. AWS در اصل ابر آمازونه. سال 2006 شروع شد و ایدهش ساده بود. به جای اینکه شرکت‌ها خودشون سخت افزار بخرن، بیان سرورها و سرویس‌های مورد نیازشون رو از آمازون اجاره کنند. درست مثل آب یا برق. هر چی مصرف کردی فقط همونقدر پول میدی. این مفهوم همون رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ هست. حالا چرا AWS مهمه؟ چون باعث شد استارتاپ‌ها و شرکت‌ها بتونن سریع‌تر رشد کنن. مثل نتفلیکس. الان وقتی داری یه فیلم توی نتفلیکس میبینی خیلی احتمال داره اون ویدیو از روی سرورهای AWS برای تو پخش بشه. بریم معرفی کنیم چند تا از سرویس‌های معروف AWS رو. اولیش EC2 سرور مجازی ابری که هر وقت بخوای میتونی روشنش کنی، خاموشش کنی یا قدرتش رو تغییر بدی. دومی S3 فضایی تقریبا نامحدود برای ذخیره سازی فایل‌ها. سومین سرویس که احتمالاً این روزا خیلی هم به گوشتون خورده اسمش هست لامدا. اجرای کد بدون نیاز به مدیریت سرور. فقط کدتو میدی و آمازون بقیه‌شو رو هندل میکنه. سرویس بعدی اسمش هست RDS Relational Database Service. سرویس دیتابیس های رابطه‌ای به صورت مدیریت شده. دیتابیس های مثل SQL Server، Oracle یا MySQL. سرویس بعدی اسمش هست CloudFront. شبکه توزیع محتوا یا همون CDN که سرعت لود سایت ها و اپ ها رو در سراسر دنیا بالا میبره. حالا بریم یه مقیاس و قدرت AWS هم بررسی بکنیم. الان AWS در بیش از 30 منطقه جغرافیایی دیتا سنتر داره. برندهای بزرگی مثل اسپاتیفای، ایربی‌ان‌بی، ناسا و حتی خیلی از اپلیکیشن‌های ایرانی پشت پرده از AWS استفاده میکنن. جالبه بدونین که بخش بزرگی از درآمد آمازون از همین AWS میاد، نه فقط فروشگاه‌های اینترنتیش. آینده AWS خیلی روی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین سرمایه گذاری کرده. سرویسی مثل سیج میکر که به دانشمندای داده کمک میکنه راحت‌تر مدل‌های AI بسازن. با رشد اینترنت اشیا و تکنولوژی‌های جدیدی مثل 5G نقش AWS حتی پررنگ‌تر هم میشه. پس دفعه بعد که داشتی توی نتفلیکس فیلم میدیدی یا آهنگ گوش میدادی توی اسپاتیفای، یادت باشه پشت صحنه یه غول ابری داره همه چی رو برای تو مدیریت میکنه. همون AWS.